من مقرر فرمود تا در ملکوت من از سفره من بخورید و بنوشید و بر کرسی ها نشسته بر 12 قبیله اسرائیل داوری کنید. پس خیانتکاری وجود ندارد. شمعون تأمل کن. اینک شیطان خواسته همه شما را امتحان کرده غربال نماید، چنان که برزگر گندم را از پوسته جدا می نماید. لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. خداوندا، من حاضرم به همراه تو به زندان بروم و با تو بمیرم. ولی پتروس، بدان که امروز قبل از بانگ خروس خود تو 3 بار مرا انکار خواهی کرد. پیشوایان مذهبی به گرد هم آمدند تا ببینند چگونه میتوانند عیسی را از میان بردارند. اما شیطان در یهودای اسخریوتی که از جمله آن 12 بود داخل گشت و او رفته با رؤسای کهنه و سرداران سپاه گفتگو کرد که چگونه او را به ایشان تسلیم کند. و عیسی از اورشلیم به کوه زیتون روانه شد تا دعا نماید و چون به آن موضع رسید به ایشان گفت: بیدار باشید و دعا کنید تا در تجربه نیفتید. یهودای اسخریوتی به خاطر 30 سکه نقره به عیسی خیانت کرد. عیسی میدانست که زمان آن رسیده است تا به خاطر گناهان بشر بمیرد. پس به دعا مشغول گردید. ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. آنگاه فرشته‌ای از آسمان بر وی ظاهر شد که او را تقویت می‌نمود و عرق او چون قطرات خون بود که بر زمین می‌ریخت. برای چه در خواب هستید؟ برخیزید و برای خود دعا کنید تا در تجربه نیفتید. یهودا، آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی یهودا؟ خداوندا، اجازه داریم به شمشیر بزنیم؟ فوراً دستگیرش کنید. کافیست دیگر. این معجزه است. آیا لازم بود با شمشیر و چوب بیایید؟ مگر من جنایتکارم؟ من با شما هر روز در هیکل بودم و مرا دستگیر نکردید. این زمان زمان شماست و قدرت شیطان حکم فرماست. و حواریون در تاریکی شب او را ترک کردند. ببریدش.
مواظبش باشید. سربازان وی را به سرای رئیس کهنه آوردند و به تمسخر او را پادشاه یهود خواندند. ردای تو نیز از آن ما خواهد شد شاها. این همان ملکوت است که وعده میدادی. چه زود نصیبت شد. این است نتیجه خودسری. این مرد هم با عیسی بود. ای زن، من اصلا او را نمیشناسم. من آنها را با هم دیدم. ببینید شاه به چه روزی در آمده. درست نگاه نگاه کنید. اینان غلامان جانثار تو هم. بر ما که مینگری چه احساسی میکنی؟ تو هم یکی از آنهایی. نه، من نیستم. نگاه کنید، شک ندارم که این مرد با عیسی بود، چون او نیز جلیلی است. راحتمان بگذار. من نمیدانم تو درباره چه صحبت میکنی مرد. نگاهش کنید. عیسی برگشت و به چشمان پتروس نگریست. پس پتروس آن کلامی را که عیسی به وی گفته بود به خاطر آورد. امروز قبل از بانگ خروس خودتو 3 بار مرا انکار خواهی کرد. خدایا، خداوندا مرا ببخش. من پشیمانم. من تو را دوست دارم و میدانم چیستی. مرا ببخش. عیسی، تو همه چیز را از پیش به ما گفتی، ولی ما نسبت به کلام تو طغیان کردیم. می توانی بگویی که تو را زد؟ پیشگویی کن بعد چه کسی تو را خواهد زد. کافیست. میگویم کافیست. او را به شورا آورید. برخیز. شورای پیشوایان یهود برای بازپرسی از عیسی به گرد هم آمدند. به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ اگر سخنی بگویم حرفم را باور نخواهید کرد و اگر پرسشی از شما بکنم پاسخی نخواهید داد. لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست. در این صورت تو پسر خدا هستی؟ تو گفتی که هستم. شنیدید؟ باز هم حرف هر روزه خود را تکرار کرد. انکار نمی. آنچه او گفت ما به گوشمان شنیدیم. او را به نزد پیلاتوس خواهیم. و آنان عیسی را نزد پنتیوس پیلاتوس که خونخوارترین فرماندار رومی و مسئول مصلوب کردن هزاران نفر بود بردند. شما اینجا چه می‌خواهید؟ آن هم صبح به این زودی. ما مردی را دستگیر کرده ایم که مردم را منحرف می‌کند. او در صحن هیکل آشوب برپا کرده است. بگویید مجازات او چیست؟ محکومش کنید. هیچ دلیلی برای